درود دوستای خوبم، هنگامه هستم با آشپزخونه من خوش اومدید. امیدوارم کلی حالتون خوب باشه دوستان. امروز اومدم کنار همدیگه خورشت آلو اسفناج درست کنیم. یه خورشت خوشمزه. میدونید که آلو اسفناج فوق العاده است. من همه فوت و فنای پخت این خورشت رو بهتون میگم. تا آخر ویدیو کنار من باشید. همین اول کارم ویدیو رو لایکش کنید. برای درست کردن خورشتم اول از همه یه مقدار روغن میریزم کف قابلمه. اندازه 3 قاشق غذاخوری روغن میریزم. یه دونه پیاز متوسط رو خورد کردم، تفتش میدم تا سبک بشه. پیازمو دوستان تفتش دادم، سبک شد. نیم کیلو گوشت خورشتی رو بهش اضافه میکنم. توی این مرحله 2 دقیقه با حرارت بالا گوشتم رو تفتش میدم. دو دقیقه که تفتش دادم، حالا بهش ادویه اضافه میکنم. یه قاشق چایخوری زردچوبه، نصف قاشق چایخوری فلفل پاپریکا، نصف قاشق چایخوری هم فلفل سیاه. دوباره 1 دقیقه دیگه بعد که ادویه ها رو اضافه کردم با همون حرارت بالا تفتش میدم تا خیلی خوب عطر ادویه ها رو حس کنید، تفتش بدید. حالا تا جایی که اندازه یه بند انگشت روی گوشتمون رو آب بگیره بهش آب اضافه میکنیم. حالا توی این مرحله اجازه میدم که جوش بیاد، درش رو میذارم. بعد که جوش اومد حرارت رو کم میکنم. اجازه میدم که 2 ساعت بپزه گوشتم، ولی بعد از 1 ساعت میایم که اسفناج رو آماده کنیم. حالا دوستان گوشتمون داره میپزه. توی این مرحله اسفناج آماده میکنم. 1 کیلو اسفناج دارم، خوردشون میکنم. اسفناجمونو نه خیلی ریز خوردش میکنیم مثل قرمه سبزی، نه خیلی درشت مثل آش، ولی باید ریز بشه. خیلی درشت نذارید، بمونه که ظاهر خورشتتون ظاهر خوبی داشته باشه. ببین دوستان حد ریزی اسفناج رو در این حد براش کافیه، چون اسفناج خودش هم آب میشه موقعی که میخوایم بپزیمش. در این حد دیگه من میریزمش تو ظرف. 1 کیلو اسفناجم رو خورد کردم دوستان، گذاشتمش رو حرارت بالا. حرارتم زیرش زیاد هستش. اجازه میدیم که آبش کامل تبخیر بشه. ببینید دوستان اسفناجم تقریبا آبش تبخیر شد. حالا توی این مرحله بهش اندازه میبینیم من تو استکان ریختم که مشخص باشه. یه استکان چایخوری روغن مایع اضافه میکنم. اندازه 1 قاشق چایخوری سرپر نمک همش میزنم. حالا دیگه از این مرحله به بعد میخوایم اسفناج رو تفتش بدیم. اجازه میدیم که اسفناج یه 10 دقیقه 1 ربع حداقل تفت بخوره. ببینید دوستان اسفناجم رو تفت دادم. نه انقدری تفت میدم که خام بمونه اسفناجم، نه انقدری سیاهش میکنیم. یعنی اگه بخوایم اسفناج رو بیش از حدم سرخ کنیم سیاه میشه، اون موقع تلخ میشه طعم اسفناجمون. ببینید در چه حدی هستش. در این حد کافیه. حالا دیگه اسفناجم رو میریزم توی خورشتم. حالا توی این مرحله درش رو میذارم. اجازه میدم از این مرحله به بعد 45 دقیقه دیگه بپزه. حالا توی این مرحله میخوام آلو آماده کنم. اندازه 1-2 تا قاشق غذاخوری روغن مایع میریزم تو ظرفم. ببینید دوستان من یه لیوان سرپر آلو رو خیس کردم. 1 ساعت خیس گذاشتم با آب سرد، شستمش. حالا تفتش میدم. 2-3 دقیقه تفت میدم آلوم رو. حالا توی این مرحله دوستان اندازه 3-4 تا قاشق غذاخوری ربع انار اضافه میکنم. ریختن ربع انار توی آلو اسفناج یکم سلیقه‌ای هستش. اگه میخواید یه آلو اسفناج مجلسی داشته باشید بهتون توصیه میکنم که استفاده کنید ربع انار رو، چون فوق العاده‌اش میکنه. حالا ربع انارتون رو میتونید مستقیم داخل خورش بریزید، میتونید مثل من با آلو یه مقدار تفتش بدید بعداً استفاده کنید برای خورش، که اینجوری کیفیت خورشتون بازم بالاتر میره. توی این مرحله
دیگه میتونید نمکش رو هم بچشید. اگه دوست داشتید یه مقدار دیگه بهش نمک بزنید، بسته به ذائقتون. چون ما تو اسفناج نمک زدیم، من دیگه بهش نمک اضافه نمی کنم، ولی شما بسته به ذائقتون میتونید اضافه کنید. 45 دقیقه دیگه بعد از این مرحله اجازه میدیم که بپزه، بعد جا بیفته و من بهتون نشون بدم. بفرمایید دوستان، خورشتمون آماده شد. فوق العاده خوشمزه است. خورشت آلو اسفناج بهتون توصیه میکنم که حتما درست کنید. ببینید به این قشنگی جا افتاده. حالا من میکشمش تو ظرف و بهتون نشون میدم. یه نکته هم در مورد خورشتمون بگم دوستان، اگر نخواستید از رب انار استفاده کنید، میتونید ترشی خورشتتون رو با آب نارنج یا آب لیمو تنظیم کنید، بسته به ذائقه خودتون. دوستان امروزم کنار همدیگه آشپزی کردیم. مرسی که تا آخر ویدیو کنار من بودید. حتما این خورشت خوشمزه رو درست کنید. اگه میخواید یه غذای متفاوت درست کنید، خاطرتون باشه که آلو اسفناج هستش، فوق العاده خوشمزه است. اسم منم هنگام است. کلی دوستتون دارم. حتما نظراتتون رو برام کامنت کنید. سابسکرایب به کانالم یادتون نره. ویدیو بعد همدیگه رو میبینیم.